الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر می گویند من در یکی از چایخانه ها کار فعالیت می کنم و به ما زنها نیز تماس می گیرند، تلفن می کنند و از ما بعضی از نمودی طعام ها را درخواست و طلب می کنند. پس حکم این عمل چیست؟ آیا من می توانم که به همین زنها صحبت بکنم یا حرام است؟ آیا طهارت من در همین حالت می شکند یا نه؟ و ما فهمیدیم که میگویند امام شافعی گفتند وقتی که به زن صحبت کردی طهارتت می شکند. آیا همین درست است یا نیست؟ البته انسان در یک چایخانه کار بکند و زنها و خواهرها مسلمان زنگ بزنند و تماس بگیرند، یا که زنهای غیر مسلمان هم اگر زنگ بزنند و تماس بگیرند و به شما درخواست بکنند که فلان طعام به من لازم است، به من ارسال نمایید یا بیاورید، این چنین، در این حالت جایز است، باکی ندارد. اگر صحبت شما فقط دمی 3-4 کلمه یا که 2-3 جمله به خاطر طعام باشد، مثلا به شما زنگ میزند میگوید که من یک مشتری شما هستم، میخواهم به من فلان طعام را بیارید، شما میپرسید که از کدام نمودش را میخواهید، کدام وقت میخواهید، بعد از این قیمتش رو بیان میکنید، باز تلفن رو خاموش میکنید، هیچ باکی ندارد. در این حالت باکی ندارد و این جایز است. اما صحبتی که زن و مرد کردنش حرام است، این صحبت است که صحبتی شهوانی باشد و صحبت های حرام باشد، صحبت هایی که از حد غلو گذشته باشد، صحبت به شهوت داخل شد. اما صحبتی که وراء الحجاب باشد، صحبتی که شما زن را ندیده بکنید، با تلفن فقط در مسئله حل کار را حل کردن باشد، جایز است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است، یعنی من وراء الحجاب، یعنی برای حل کردن بعضی از مسائل ضرور است، بعضی میشد که به زن صحبت کردن یعنی ضرور می شود. در این حالت از پشت پرده یا که ندیده کار را حل کردن جایز است. بارک الله فیکم. عموما اگر زنها زنگ زنند برای طلب کردن یگان طعام، شما جواب میدهید، کار شما، وظیفه شما همین است، همکارای خود را به طعام آماده میکنید و میفرستانید به نزد اون، جایز است. اما در مسئله این که آیا طهارت میشکند، البته طهارت نمیشکند و سخنی که از امام شافعی نقل شده است که گویا به زن صحبت کنید طهارت میشکند، این ضعیف است. از امام شافعی این چنین سخن روایت نشده است، بلکه امام شافعی میگن اگر جسم شما یا که کرته شما به کرته زن رسد طهارت میشکند، که البته این هم قول ضعیف است، بلکه قول راجح این است که طهارت اگر زن به مرد یا مرد به زن اگر کرتهش رسد یا که مثلا کمی به هم دیگرش رسد، مثلا در کوچه راه کشته کسی به کسی، زنی به مرد به ناگاهی رسید، در اون طهارت نمیشکند. طهارت همون وقت میشکند که از دو راه چیزی بیرون شود. بارک الله فیکم. پس این بود مختصرا جوابی برادر.